тамошобинони азиз, агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави Хатлон Синаморо тамошо намоед, пас ба канали Хатлон Синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Хатлон Синамо тақдим мекунад. филми мазкур асоси воқеӣ дошта, симои қаҳрамонон тахайюлӣ офарида шудаанд. میرزا جان، لبه آماده شدنی رسم من هیچ نزدیک شد. بله معروف جان، رسمتان آماده شده ایستاده است، ولی من یک چیز را نمیفهمم. خب آخر حاضر وقتی تکنیک و تکنولوژیا و شما میتوانستید رفته در یگان صورتگیرخانه رسمتان را با یک صفتی بلند بگیرید. میرزا جان، من میدانم که شما در هنری رسم کشی قابلیتی بلند دارید. خیر، فقط شما میتوانید هر یک آژنگ روی مرا در رسم انعکاس نمایید. من حیرانم که شما رسم را به کی نشان دادنید؟ میرزا جان، من میخواهم که فرزندانم در هر یک آژنگ روی من نقش زندگی مرا ببینند. بسیار خوب، من رسمتان هم آماده شد. مرد خیر
استابیل دیر کردم دیر کردم. لبای زنک من حاضر بیرون از شهر برگشته اومدم مسئله مکتب کودکان را حل میکنم. غم نتی مایلش. Kap burada. Nahan. علات جنازه مومن دریاب. рустам ман бонқати масъаларо ҳал кардагӣ будам. кани бин пулро гузарондам. ҳа кори хуб шуд. майлаш бегонӣ во мехӯрем. хуб тезтар ҳай кун ту. гузаред бачаҳо. دیر شد. زنک او زنک جمعه و توقی ما رو بیار و جنازه دیر کرده ایستادم. چی شد؟ درد دارد. بیا با خونه دروی. علات جنازه مومن دریاب. بالون کشید.
برادران عزیز، اهل جماعت، ما امروز یکی از انسان‌های نجیب، انسان‌های کامل اکای معروف را برای آخرت گسل میکنیم. در زندگی اکای معروف بسیار هم انسان نجیب بودند، انسان کامل بودند و در آیه قرآن آمده است که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خدا هستیم و به خدا برمیگردیم. استو برادر. چی خدمت کنیم اکا؟ برادر همین چرخ عوض کن. چرخ نو عوض کنیم؟ ها جان. در $100؟ در $100. ای اکا 4 چرخ ماشین تا عوض میکنم. بسیار گپ نزن. وقت ندارم. تموم اکا تموم. توبه. تمام حاضر 1 دقیقه تموم اکا. تو قد که بچم تو قد که انشالله که تو قد که بچم ها جانی آزی نه قریب بچم جانی یعنی بالای انسان دو حق است. یکی حق خداوند کریم روزه، نماز و زکات، دیگری حق بنده. برای همین هم اگر مبادا اکای معروف از یگان شخص شما قرضدار باشند یا اینکه شما از این شخص قرضدار باشید، فرزندانشان در اینجا اشتراک دارند. البته که فرزندان نیکسریش نکو کامل هستند، البته ادا میکنند. دو بچه احتیاط کن که ماشین امانتی است. عبدالستار وگان آمد. با رفروره در بازار و مغازه تقسیم کنیم. من دیرتر میشم. معنیش این اکا تمام کردی؟ تمام. سلامت باشی. رحمت. خوب روی صفحه. با فکرم اکای معروف از یگان کس قرضدار نبودند، برعکس خدمتشون به تمام اهل دیه رسیدگی، همه از او راضی‌اند. انشاءالله. نباشد به نیت باشید. الله اکبر. نقدی با من. انا بچه دوستیدی مبارک شود. سای جان با یاری تاجری زنگ زنید نیاید. علاقه دیر شد. چی؟ پسرتان صبح سلامت تولد شد. تبریک میکنم. تشکر، خدا را شکر. تشکر. این هدیه شما آقا جان. رحمت. خداوند پسرتان عمری دراز دهد و پهلوان شود.
Allahu akbar. Teşekkür. Rahmat. Teşekkür. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kahuk? Ota. تو خوشبختی گیرم میتونی کو ما کو soy mut. باید فکرم همین بود. Soy mut. Soy mut. Akamut. Olpe. Soy mut. Kiş. Par. Soy mut. Akamut. کی قربان؟ بله من قربان. دیر کردی ولی جنازه پدرم خوانده شد. من میدونم. پس چرا راهی ما رو بستی؟ به سبب اون که من دعوا دارم. چه دعوا؟ دعوای قصد. тамошобинони азиз агар мехоҳед ки филмҳои нав ба нави хатлон синаморо тамошо намоед пас ба канали хатлон синамо обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. чӣ хел қарз? қарзи падаратон? чӣ хел қарз? падари мо ягон хел қарздор набуд. агар қарздор ҳаме буд ҳад якқал ба ягон каси мо мегӯ. ман шоҳид дорам. хуб чӣ қадар? 80,000. хуб майлаш мо пардохт мекунем. 80,000 сомон не. $80,000. номумкин аст. падари мо аз касе қарздор набуд ва нест. ман шоҳид ва ҳуҷҷат ҳам дорам. ситора ҷониёча иқа бисёр гирья карда худак тафкор накун бачам раи ҳамамона муснай
اکم انسانی خوب بودن، دست به خیر بدن، با همه کمک میرسید. خدا جاشون جنت کنه. پدر و مادر مردن میراث است، فرزندی پدر مردن تیری الماس است. بگذار که تینج ارومکه خورم بسیار گریه نکن بچم. بیبی جان بابایم را تابوتش را در رمن کردن. برای چی؟ برای اینکه قرضدار بوده است. قرضدار؟ و از کی؟ آجا جان من میروم که تو قرض پدرم را باهوده گیرم و پدرم آسوده باشم. نیست تورا جان، آخرین مسئله رو برادرانت حل میکنم. اگر حل میکردن خبر به اینجا نمی اومد. با اونجا رفتنی تو روان نیست بچه، ممکن نیست. ای بس تاخیر. اگر قدری پدرم را ندونن من میدونم آجا جان، من میروم. جان بچه نرو آخیر، برادرانت خفه میشم. ای بس تاخیر. ستاره جان کجا میروی؟ گپ پوچتا گوش کن بچم. باز بیشه بچم. ستاره حکای قربان اینقدر پولی کلان پدری ما این ناممکن است. میبخشید امضا و دستخط پدرتون رو میشناسید؟ شاهد هم داشته باشید، ما اینقدر مبلغ رو پرداخت کردن نمیتوانیم. وای بقچه آرام شو. دستت را گیر. پدری ما اینقدر مبلغ آرام شو. قرضدار نبود. آرام شو دادر. ای بس جنازه پدرت است. اول فهمیدن در کار، بعد به یگان خلاص آمدن در کار. دادر التماس. چی گپ است؟ ستاره تو برای چی به اینجا آمدی؟ زود به خانه برگرد. نمیگردم. تو نفهمم برای چی پدرم را اینقدر آزار میدید؟ ستاره به خانه برگرد. نمیگردم. اکا جان چرا نمیگذاریم پدرم رو به خاک سپرند؟ به سبب اون که قرضی دار است. من قرضش رو به عهده میگیرم. 80,000 دلار این قرضی اندک نیست. اکا جان اگر خواهید تا آخر عمرم به شما همچون کنیز کار میکنم. خورکم اگر تو 2 عمر به من همچون کنیز خدمت کنی این قدر مبلغ کلان رو تو برگردانده نمیتونی. پس اگر خواهید قرض پدرم رو به عوض جانم پرداخت میکنم. هر چی که خواهید به من روا بینید. حتی خودم رو به شما میبخشم. التماس اجازه دهید پدرم رو به خاک سپارد. ولی این پیشنهادی خوب. میلش من به این راضی. ستاره تو دیوانه شده ای. زودتر به خونه. ما این کار خودمون حل میکنیم. تو ما رو شرمنده کردی. برادر التماس اجازه دهید معروف رو به خاک سپاریم. بعد اون طرفش رو یگان علاجش رو میابیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. این بابای معروف از طریق رحمت شایست جنت قبرش پرنور جای جنت جاویدان باشه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا رحمن. شما رئیس مردم کمی هستن. برادرها 1 دقیقه صبر کنید. التماس. ستاره تو چیکار کردی ستاره؟ تو چیکار کردی؟ تو باید نمیرفتی. برای چی رفتی؟ برای چی کار کردی تو؟ ستاره جان حالا هم دیر نشده است. نرم دخترم نکنی کارا التماس. نکنی کارا.
من چیکار میکنم؟ سرم پس کردی در مبانی مردم. من چقدر به چشم مردم نگاه میکنم. پدرم در زنده بودنشون برای خود قصر نکرد، بلکه تمام داراییش را به شما داد. صدقه همین خیل پدر شویم. ستاره ایستو خواهرم. янга исте чига пишу? صبر کن. میدونید در حقیقت کار چنین است. نه اینکه رحمتی دوستی نزدیکی من و پدری این دختر از من قرضدار بود. نه، برعکس من از وی امانتی دارم. دوستی عزیز، وقتای آخر سلامتی هم آنقدر خوب نیست. میخواهم به دیه روم. چه خیلی که مصلحت کرده بودیم امانت رو به صاحبش بیرسان. در واقع این رو هم فهمیدم. فهمیدم معروف جان، فهمیدم. معروف مقداری مبلغ رو انا این ماشین کلیت خانهش رو به من امانت گذاشته وصیت کرد که بعد این سنجش اینها را به صاحب اصلیش سپارم. و امروز در حقیقت معلوم گردید که از بین 4 پسر فرزندی با آر و ناموس دوزداری پدرش انا همین دختری کنجگی ستاره بوده است. حلالت بود خواهرم. گیر نصیبت کنم. بچه جان، آخر ما هم از مالکیت پدرمان باید حصه داشته باشیم که میراث پدرمان را باید به هممون تقسیم کنید. بچه فردوس راست میگوید. پدرمان میراثش را تنها برای ستاره نمانده است که حصه ما برادران است. باید با روزگی شما برابر تقسیم کرده شود. درست میگوید بچه جان. بله. التماس
مرا به حالم گذاره. به من تنها رسم پدرم بسنده است. ما لعبتکانیم، فلک لعبت باز، از روی حقیقت نه که از روی مجاز. بازی چه همی کنیم بر نطع وجود، رفتیم به صندوق عدم.